بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. جان فشان ای آفتاب معنوی، این جهان کهنه را بخشا نوی. دوستان گرامی، مهمانان گرامی قدر، امروز ما به شرافت سال بزرگداشت امام اعظم که با وجود خودشان جهان را روشن و نورانی کرده بودند، بعد هزاران سال باز جمع آمدیم و در پرتو نوری تعلیمات و عقایدی که اون کس برافکندن بودند، مجلس مودت، مجلس محبت، اخلاص و ایمان را اینجا با هم برگزار کرده ایستاده ایم. اینجا در برابر روی ما یک سخن بسیار عالی پرزیدنت مملکت ما جناب عالی امام علی رحمان نصب شده است که اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها را در داخل امت اسلامی مطرح نمود امام اعظم بود. و این جلسه ما که اصلا مکالمه فرهنگ ها بود، امسال با سال بزرگداشت امام اعظم به هم خیلی موافق آمد و خیلی رمز هم دارد که ما گفتگوی تمدن ها از امام اعظم شروع می شود، از شخصیت بزرگی که تبارش با گذشتگان ما، با نیاگان ما پیوند است، پیوند خونی میان ما و امام اعظم با تبار این بزرگوار موجود است. و این است که امروز هم با ندای پرزیدنت مملکت جناب عالی که سال 2009 را سال بزرگداشت امام اعظم اعلان کردند، در وجود ما، در خون و رگ ما، در عقل و خرد ما باسمون رجوع به گذشتگانمان، رجوع به تعلیمات بزرگ امام اعظم که اینک 1300 سال است که جهان اسلام و جهان تمدن بشری را با نور عقل و خرد ناتکرار و بی‌نظیر خود روشن کرده است. و ما اینجا از ایران، از هندوستان، از روسیه، از پایتخت وطن عزیزمان دوشنبه، در این موضعی که یک گوشه تاجیکستان بهشت آسا و بهشت آغوش ما است، از کشورهای مختلف جمع آمدیم و امروز همه نوای برادری، وحدت و یگانگی با هم زمزمه میکنیم. این بنیاد، این اساسش، شرافتش تعلیمات امام اعظم است و به شرافت و ابتکارات پرزیدنت مملکت ما، اون روحانیت بزرگی که ملت ما، خلق ما، اهل امت ما مسلمانان در وجودشان دارند، از نو به طغیان و جوش و خروش آمده است و با اصل خود وصل می جوید. این همه جشن بزرگ، این همه جمع آمدن و این همه دیدار و جلسه های ما به همه شما مبارک باشد. مهمانان عزیز و عالی قدر ما خوش آمدید، نور دیده. ما اینجا در دوام کار کنفرانسی که مکالمه فرهنگ ها، جایگاه امام اعظم در جهان اسلام و
تمدن بشری نام داشت. در پایان روز اول تصمیم گرفتیم که همین گونه یک صحبت با هم در این موضوع داشته باشیم، از کرامات و بزرگی شخصیت امام اعظم با سخنها در میان آوریم و از وحدت و یگانگی و پیوند بزرگی که تمام انسانها، تمام مردمان روی زمین را به هم پیوند می‌دهد و یکی از مؤسسان این نظریات و تعلیمات عالی بشری امام اعظم هستند، جمع شویم و صحبت با هم داشته باشیم. و در این محفل ما، جلسه ما، محفل آرا، استاد دانشمند ما دکتر علم‌های فیلولوژی نظام الدین زاهدوف هستند و اینجا تمام مغنیان، خونیاگران، آوازخوانان و عالمان برگزیده و زبردست هم تاجیکستان و هم کشورهای ایران و هندوستان و روسیه حضور دارند و ما امیدواریم که این بزم ما، این بزم معنوی ما که ما را با گذشتگانمان باز یک بار دیگر پیوند قویتر می بخشد، راه ما را به سوی آینده باز روشنتر و نورتر و صادقانه تر خواهد کرد. به نام خداوند جان و خرد، دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر، چند لحظه قبل در آغاز این محفل نوای نو مولانا از اعماق تاریخ ندای رسیدن به اصل را بشارت آورد. باعث افتخار است که امروز این ندا در تمام تاجیکستان، در کشور صاحب استقلال ما، با ابتکار و هدایت خوشایند سرور دولتمان جناب عالی امام علی رحمان طنین انداز است. واقعا هم امروز در کشور ما رجوع به گذشته، ورقگردان کردن صحیفه های تاریخ ملت ما به یک آیین بسیار ستوده فرهنگ، معنویت و دولتداری ما مبدل گردیده است. هدف از رجوع ما به تاریخ، هدف از ورقگردان کردن صحیفه های خاطرنواز تاریخ ملت تنها افتخار و نازش از گذشته نیست، بلکه بیشتر از این و پیشتر از این امر به خاطر کسب تبحر در تاریخ، به خاطر سبق اندوختن از نامه برار و نابراری های نیاگان ما است. همین روند پروسعت بازجویی روزگاران وصل خویش به روزگاران ما را فرا می‌خواند که آن روزگاران را به یک سخن میتوان زمان گسترش قلمرو خلافت، زمان انتشار پروسعت دین مبین اسلام در میان خلقها و قومهای مختلف، زمان پیریزی گردیدن پایه های تمدن و فرهنگ بزرگی است که آن را پساوندان فرهنگ و تمدن مسلمانی نامزد کردند. باعث افتخار است که در بنیادگذاری این فرهنگ و تمدن بسیار فرزندان فرهیخته، فرزندان نامآور خلقها و ملت‌های گوناگون که آغوش باز اسلام را مظهر و مأمن نبوغ و خلاقیت خویش قرار داده بودند سهم گرفتند. یکی از پرچمبرداران واقعی این نهضت دینی و علمی و ادبی، این نهضت بزرگی قرنهای نخست اسلام، امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت می باشند که در اقصای مشرق و مغرب به نام مبارک امام اعظم مشهور گردیدند. دوستان عزیز، اینجا مجال صحبت مفصل درباره زندگی نامه و آثار امام اعظم نیست، خاصتا که به دنبال سال بزرگداشت امام اعظم اعلان گردیدن سال 2009 مردم ما در جاده شناخت راستین زندگی نامه پر از حکمت، کارنامه اجتهادی بی‌نظیر امام اعظم و معرفت میراث ارزشمند صاحب مذهب خود گام‌های استوار گذاشته‌اند. بنابراین
بنابراین من میخواهم که در ارتباط با این محفل و در ارتباط با سال بزرگداشت امام اعظم دو سوال را به این محفل ما مطرح کنم تا با کوشش دریافت پاسخ به این دو سوال دریچه به عالم افکار و اندیشه های امام اعظم برای ما باز شده باشد. سوال اول این است که چرا امام اعظم؟ و سوال دوم این است که چرا امروز؟ یعنی برای چی امروز ما بعد گذشت 1300 سال به جهان افکار و اندیشه امام اعظم روی آورده ایم و چی نیاز ما را واداشته است که میراث امام اعظم را، زندگی نامه امام اعظم را، کارنامه اجتهادی امام اعظم را بازشناسی کنیم. اگر از جزئیات و تفاصیل این مسئله صرف نظر کنیم و کوشش کنیم که با یک سخن پاسخ به این دو سوال گفته باشیم، پس باید اقرار کنیم که امام اعظم در زمان خود، در تعلیمات خود، در آثار ارزشمند خود جوهر و غایه بشردوستی و انسان پروری دین مبین اسلام را در بهترین وجه کشف و تجسم کرده بودند و در این زمینه یک مذهب خاص خود را تأسیس نهادند که این مذهب با ویژگی های خودش با زندگی اجتماعی، زندگی روحانی و زندگی معنوی آن دوران و دوران بعدی بسیار سازگار، بسیار موافق و بسیار متناسب بود. امام اعظم پیش از همه با تکیه به قرآن عظیم الشان، با احادیث نبوی، با اقوال صحابگان کرام و با استفاده عاقلانه و بسیار خردمندانه اصول قیاس، استحسان و عرف در دین و دیانت اسلامی یک شیوه را به وجود آوردند که آن با زندگی اجتماعی دوران امام اعظم و دوره‌های بعدی بسیار سازگار و موافق بود. انا همین است سر آن که امروز ما به نظر من روی نیاز به تعلیمات امام اعظم و آثار ارزشمند ایشان آورده ایم. فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فیروز روزی آن که تو بر وی گذر کنی، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی. دیگر نباد را نخرد مشتری به هیچ،
یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی، یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی. عمریست تا بیان تو شب روز میکنم، تو خفته ای که گوشم آهی سر کنی. گفتی که دیر و زود به حالت نظر کنم، گفتی که دیر و زود به حالت نظر کنم. آره کنی چو بر سری خاکم گذر کنی، آره کنی چو بر سری خاکم گذر کنی. فرخ صباحی آن که تو بر وی نظر کنی، بر وی نظر کنی. در محفل ما بسیار نامآوران صحنه علم و ادب حضور دارند و حضور منیر آنها باعث شکوه و جلال این محفل ما شده است. من الحال دانشمند بسیار ممتاز تاجیک استاد عبدالنبی ستارزاده را به نزد بلندگویک دعوت میکنم. من امروز شاهد برگزاری یک کنفرانس بسیار پرمحتوا و خیلی جدی بودم که از چهره‌بینی‌های گمان میکنم از چهره‌بینی‌های خیلی مهم ادبی و علمی در مقیاس جمهوری می باشد که به افتخار سال بزرگداشت امام اعظم اینجا برگزار گردیده است. با استفاده از فرصت چند نکته را ارائه کردنی هستم. برای دانشمندان و اهل مجلس امروزه معلوم است که در دنیا تمدن‌های مختلفی وجود دارند، ولی معروفترین تمدن‌ها از زمان باستان تا امروز دو تمدن است، یکی تمدن شرقی و دیگری تمدن غربی. تمدن شرقی خصوصیت بارزش، خصوصیت برجسته تمدن شرقی یا شرقی اساس آن است که بر پایه معنویات، اخلاق، عدل، انصاف، عقل و خرد استوار است و بیهوده نیست که مردمان مشرق زمین همه در طول تاریخ دراز آرزوی مدینه فاضله کردند، نه مدینه جاهله یا مدینه فاسده. و تماما تصادفی نیست، بلکه منطقی هست که بزرگترین شخصیت‌های مذهبی و شخصیت‌های علمی و سیاسی هم در شرق ظهور کردند. سرآغاز از امام بزرگوار، امام اعظم و بعداً مهاتما گاندی، جواهرلال نیرو و چند نفر شخصیت‌های بزرگ
که همه از سرزمین مشرق برخواستند و بر تعلیماتشون محض بر پایه معنویات، آدم و آدمگری، عدل و انصاف، عقل و خرد استوار بود. اینجا رئیس محترم دانشگاه از گفته پرزیدنت محترم تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان اقتباس کردند. ایشان در یک مقاله واقعا دانشمندانه و خیلی پرمحتوایشان با عنوان امام اعظم و گفتگوی تمدن‌ها گفتند که واقعا اولین شخصی که در گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را در داخل امت اسلامی مطرح نمود واقعا امام اعظم بود. اصل تحمل پذیری مذهب حنیفی واقعا امکان داد برای امام اعظم که در حل مشکلات زیاد، نزاع‌های زیادی که میان مذهب‌ها، دین‌ها وجود داشتند او قرار داشته باشد. واقعا و یک باز به همون تصدیق قضیه بالا که گفتم که شرق ابتدای این چیز است، ابتدای معنویات است در دنیا. بنابراین گفتنی هستم که مردم شرق پیروان امام اعظم باید ما همیشه پشتیبان و حمایتگر گفتگوی تمدن‌ها باشیم، پشتیبان و حمایتگر فرهنگ‌ها باشیم، پشتیبان و حمایتگر گفتگوی دین و مذهب‌ها باشیم و هیچ امکان ندیم که آنهایی که فرصت طلب هستند، منفعت جو هستند، از این سوی استفاده کنند. شما باید میدونید که میان دین‌ها اصلاً هیچ گونه اختلاف از روی ماهیت وجود نداره. منظور من دین‌های معمول و سنتی دنیا هست، همه یکتاپرست هستند و تعلیمات ایشان بر توحید است. اهل کتاب هستند، پیغمبران را قبول دارند، سنت پیغمبران را قبول دارند. بنابراین هیچ اختلافی نیست، مشترکات بیشتر است نسبت به اختلاف است. از این سبب من ایمان کامل دارم که تعلیمات امام اعظم، تعلیمات گفتگوی تمدن‌ها من بعد تقویت خواهد گفت و گسترش خواهد یافت. زنده باشید. تشکر. دوستان عزیز، امام اعظم یکی از دانشمندترین شخصیت‌های جهان اسلام است و بسیار محققان شرق و غرب منابع و مصادر علم و دانش پروسعت و بیکنار امام اعظم را جستجو دارند و به این خاطر رو به فرهنگ علم و معنویت یونان و ریم قدیم هم روی آوردند و گویا علامت‌های اساسی قانون ریم قدیم را در فقه امام اعظم دریافت هم کردند. اصلا این جای عجابت ندارد، زیرا زمان زندگی امام اعظم زمان به همایی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، زمان به همایی افکار و اندیشه خلق‌های مختلف بود. ولی چیزی که مسلم است، منبع و مصدر اصلی و واقعی امام اعظم این فرهنگ و تمدن اسلامی است و در نوبت دوم این فرهنگ و تمدن اجدادی امام اعظم است. این مطلب خاصتا هنگام تأمل بر وصیت‌نامه‌های امام اعظم مصداق خود را پیدا می‌کند. وصایای امام اعظم به فرزندش حماد. فرزندم، خداوند تو را به راه راست
ارشاد و تایید کنند. میخواهم تو را چند وصیت کنم که اگر آنها را به یاد سپاری و در عمل پیاده سازی، امیدوارم که خدا خواهد سعادت دنیا و آخرت را حاصل کنی. اولین آن تقوا است که اعضا و جوارح خود را به خاطر ترس از خدا از گناهان محفوظ بداری و امر و دستورات پروردگارت را جهت عبودیت و بندگی همواره به جا آوری. دوم، این که آنچه را احساس کردی که به دانستن و آموختن آن محتاجی، بیشتر خود را در جهل و نادانی مگذار و هر چه زودتر آن را بیاموز. سیوم، کسی که در امور دین و دنیا با وی محتاج نیستی، با وی نشست و برخاست مکن. چهارم، این که حقی که دیگران بر ذمه تو دارند با انصاف ادا کن و اگر تو بر ذمه دیگران حقی داشتی، هرگز برای خودت طالب انصاف مشو مگر اینکه ضرورت باشد. پنجم، هیچگاه با مسلمان یا ذمی دشمنی مکن. ششم، بر آنچه که خداوند از مال دنیا و مقام و مرتبه به تو عنایت کرده است قناعت کن. هفتم، آنچه در دست داری با حسن تدبیر مصرف کن تا از مردم بی نیاز باشی. هشتم، خودت را در چشم دیگران بی ارزش مگردان. نهم، خودت را از مداخله در کارهای پوچ و بی‌معنی باز بدار. دهم، هنگام برخورد با مردم در سلام دادن پیش دستی نما. چون سخن گفتی نیکو بگو. با مردم خوب دوستی و محبت پیشه کن و با بدان مدارا داشته باش. یازدهم، ذکر خدا را بیشتر بکن و درود و سلام بر رسول مجتبی هرچی بیشتر بفرست. دوازدهم این که اسرار خودت را پنهان بدار. کسی را بر پول و برنامه کاری و جایی که قصد رفتن به آنجا را داری آگاه مگردان. سیزدهم، با همسایه خوش رفتاری نما و بر آزار و اذیت آن صبر کن. چهاردهم، مذهب اهل سنت و جماعت را همواره لازم بگیر و از جاهلان و گمراهان بپرهیز. و پانزدهم، در تمام کارها نیت خودت را خالص گردان و در هر صورت کوشش کن که حلال بخوری. Дорогие друзья, мне доставляет большое удовольствие сообщить, что на нашем вечере сегодня присутствует известный исследователь суфизма и суфийской литературы, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доктор филологических наук, профессор Альфина Тагировна Сигбатуллина.
Я предоставляю с большим удовольствием слово Альфине Тагировне. Пожалуйста. Я, дочь татарского народа, сегодня стою на земле многолетнего, многовекового города Худжанта. Это священная земля, земля таджикского народа. И вот, когда сидела, слушала, я думала, а что же связывает мой татарский народ с таджикским? Прежде всего, это, конечно же, дини ислам, ислам дини. А дальше это два святых имени, имами Абу Ханифе и Ходжа Бахауддин Накшбанди. Татары, мои предки, приходили на эту землю за ирфаном, за иджазатом, за ильмом, потому что они знали, именно здесь родился такой святой человек, как Ходжа Бахауддин. Поверьте, если вы посмотрите историю татарского народа, никогда мой народ, кроме суннитского толка, суннитского масхаба и ханифитского толка, другого ничего не принимала. И поверьте, кроме накшбандийского тариката, у татарского народа другого суфийского братства не было. И знаете почему? Потому что именно ханафитский толк дал возможность выжить нашему народу в условиях окружения христианских народов. Именно хафиз-зикр, накшбандийский тарикат помогал во время русификации, во время завоевания Казанского ханства, во время христианизации насильственной такой политики, только накшбандийский тарикат помогал моему народу сохранить иман. И вот я хочу сегодня, прошу великого Всевышнего, я Худа, минем миллетимни, татар миллетин, тажик миллетин, беле козалардан сакла. Bizlerini İmam-ı Azam hem Hoca Bahavuddin'in oğulları, kızları itip yaşarga mümkünlük bir, onların mirasını saklarga yardım et. Hem bizden kelgen buğunlarga da bizden miras itip kaldırırga yardım et. О Всевышний, помоги моему народу, таджикскому народу, сохранить все это наследие и передать другим поколениям, будущим поколениям это богатство, иман. Аминь. دوستان عزیز، امام اعظم به حیث فقیه بزرگ و به حیث یک انسان آرمانی، انسان کامل در ادبیات عرب و در ادبیات فارسی تاجیکی مقام و جایگاه ویژه را به خود اختصاص دادند. هم شعرای فارسی زبان و هم شعرای عرب زبان به علم و دانش، به حکمت، به فقاهت و ذهانت امام اعظم مثل زدند. اوصاف پسندیده امام اعظم را در اشعار خود وصف کرده اند و نام نیک امام اعظم را زیور دیوان خیش قرار دادند. در تأیید این مطلب من میخواهم که گروهی از شاگردان فکلته سخنشناسی ما چند از اشعار شعرای گذشته ما را در وصف امام اعظم اینجا برایمان قرائت کند. اون امامانی که کردند اجتهاد، رحمت حق بر روانی جمله باد. بو حنیفه بود امامی با صفا، آن سراجی امتانی مصطفی. باد فضل حق
قرین جان او شاد باد ارواح شاگردان او صاحبش بو یوسف قاضی شده و از محمد ظلمینین راضی شده شافعی ادریس و مالک با ظفر یافت زیشان دین احمد زیب و فر روحشان در صدر جنت شاد باد قصر دین از علمشان آباد باد آفتابی سپهری معروفی بدر دین به حنیفی کفی همه را از پی صلاح جهان مغز سنت نهاده اندر جان مغز سنت نهاده اندر جان بوده در زیر گنبد ازرق حجت صدق در محجت حق حجت صدق در محجت حق نبی بینها گنج جمله رحمت به حصه ابو حنیفه کرد قسمت در آمد شافعی آن گنج عالی چو دید الحق برو افشان حالی گرد از مهر کوفی حاصل نیست چو بوم جز خرابی منزل نیست چو داری شافعی و بو حنیفه تو هم مالک دینی هم خلیفه جهان را هم امام و هم خلیفه کرامه دانی الا به حنیفه امامی اول و لقمان نسانی جهانی علم و دریای معانی اگر اعدای دین بسیار جمعند ذکار به حنیفه سرچو شمعند چراغ امت آمد آن سرافراز چرخه که ادا را می دهد گاز قضا کردند بر وی عرضه ناگه بنپذیرفت یعنی جان آنگه قضا را و قدر را معتبر یافت ولیکن این قضا اندر قدر یافت چنومان سرخروی حق جلال است جهان چه کند قضا بر وی حوال است چو در چنگ آمد او در افتاد چو در دین محمد داد دین داد محمد را چنین بود و چنین داد کسی که دید عالم را امام است من و تو ناتمامیم او تمام است اگر او را نیابی در طلب خیز وگر یابی به دامانش درآویز به کاری ملک و دین او مردی راه است که ما کاریم و او صاحب نگاه است مثال آفتابی صبحگاهی دمد از هر بنی مویش نگاهی ناصحم قبل من نکو بشنو ورنه کم کن سخن به دوزخ را بنده ام بنده مر امامان را نشنوم قول خامی خامان را بو حنیفه تو را چونست پسند خیشتن را بسوز همچو سپند شافعی گر بری تو بولهب است به سوی من امینی حق طلب است. دوستان عزیز، هنگامی که شاگردان ما شعر می خواندند در ذهن من
روایات زیاد، اخبار زیاد از دوران تحصیلات امام اعظم گذشت. در روایات آمده است که امام اعظم از محضر استادان خیلی زیاد استفاده کردند و به قول تا 4000 نفر استاد داشتند. البته در این عدد مبالغه رفته است، ولی آن چیزی که مسلم است استاد شاگرد وفاداری حماد ابن ابو سلیمان فقیه معروف کوفه بودند. همین شاگردی استاد مسئله بسیار عالی وفاداری در شاگردی است. در روایت ها آمده است که وقتی که حماد ابن ابو سلیمان به سفری رفته بودند و وقتی که به خانه برگشتند، فرزندشان از ایشان پرسیدند که هنگام سفر پزمان چی و یا کی شدی؟ حماد ابن ابو سلیمان گفتند پزمان دیدار امام ابو حنیفه گردیدم. همین گونه وفاداری را امام نیز در نسبت استاد خود داشتند. در سرچشمه ها ذکر شده است که خانه امام اعظم در همان محل واقع بود که خانه استادشان در آنجا موقع داشت و امام اعظم گفتند که تا زمانی که استادم زنده بود من پایم را به سوی خانه ایشان دراز نکردم و به شرافت استاد بزرگوار خودشان بنا به آن احترامی که به استادشان داشتند نام فرزند یگانه خودشان را نیز حماد گذاشتند. یعنی استاد در شاگردی مسئله عالی بودند و من تمنای آن را دارم که شاگردان امروز ما نیز از این حکمت روزگار امام اعظم بهره برداشته باشند. دوستان عزیز، در همایش های ما که به مکالمه فرهنگ ها بخشیده می شود، نخبگان علم و ادب ایران شرکت فعالانه دارند. امسال نیز چند نفر از جمهوری اسلامی ایران در همایش امساله که به بزرگداشت امام اعظم تخصیص یافته است حضور دارند و من حالا سخن را به یکی از مهمانان ارجمند ما از جمهوری اسلامی ایران دکتر و حجت الاسلام هادی درویشی میدیم. مرحمت استاد. گرمترین و پاکترین سلام خودم رو به روح بلند پور پارسیان خردورز کوفه امام اعظم ابو حنیفه نثار و تقدیم می کنم. بر خودم لازم می دونم به نمایندگی از سوی دانشگاه بین المللی جامعة المصطفى در ایران اسلامی که دارای 100 شعبه در دنیا می باشد و انشاءالله با انجام تشریفات اداری از سوی رایزنی جمهوری اسلامی شعبه ای از این دانشگاه در جهت تعمیق و تقریب و اشاعه ابتکار عمل رئیس جمهور فرهیخته و فرزانه این کشور عزیز و زیبا انشاءالله فراهم خواهد شد. سلام خودم رو خدمت ریاست محترم جمهور تقدیم بدارم. اگر خواسته باشم در این فرصت مغتنم در حد اجازه وقتی که در اختیار من هست مصدع اساتید برجسته و نخبگان این کشور عزیز شوم و در خصوص امام اعظم ابو حنیفه
نکته‌ای به یادگار گفته باشم، می توانم برجسته ترین ویژگی آموزه های امام اعظم ابو حنیفه را نوآوری، نواندیشی، بازسازی و اصلاحگری در دین مبین اسلام که توسط خلفای بنی عباس و بنی امیه غصب شده بود عرض کنم. نوآوری، بازسازی و نواندیشی و تحریف زدایی و یک اسلام ناب و راستین مورد نظر نبی مکرم اسلام عرض کنم. و دومین برجستگی اندیشه امام اعظم ابو حنیفه را می توانم ابتکار عمل خردورزی آن بزرگوار عرض کنم. این محور عظیم و این رکن رکین نقش رئیسی و اساسی رو در سنت و میراث به ودیعت گذاشته شده، به یادگار گذاشته شده نبی مکرم اسلام رو ایفا کرد، هم در گذشته و هم الان. این اصل امام هم دیروز به درد خورد که اسلام را از تعصبات و تحریفات پاک و منزه کرد به سهم خودش و هم امروز به درد ما میخوره و اصل و رمز و راز و فلسفه ماندگاری مکتب امام اعظم ابو حنیفه در خردورزی و خردگرایی اوست. چرا؟ چون این مذهب مستظهر بعد از قرآن بزرگترین یادگار نبی مکرم اسلام عقل است. و آخرین ویژگی که من باید عرض کنم و شما را به خدا بسپارم، اون تعامل و احترام به باورهای همه مکاتب سرزمینی اون عصر بود. امام یه همچون روحیه سازگاری رو در میان پیروان خودش نهادینه کرد تا توانست امروز نیمی از جهان اهل سنت عزیز را زیر چتر علمی خودش قرار بده. من این ایام فرخنده را، سال مبارک امام اعظم ابو حنیفه را، به تمام حنفی مذهبیان و رئیس جمهور فرهیخته این کشور و مردم عزیز تاجیکستان و ریاست محترم فرزانه دانشگاه خوجند و اعضای هیئت علمی دلسوز و خیراندیش این دانشگاه تبریک عرض می کنم و عذر تصدیع می خواهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما مستیم اندر غمی تو جانا، هم محرمی عشقی تو، هم محرمی تو جانا. ایشان که
ما مستیم اندر غمی تو جانا، هم محرمی عشقی تو، هم محرمی تو جانا، هم ناظری روی تو، هم مستی سبوی تو، هم مستی سبوی تو، هم شسته بنظارم بر تارمی تو جانا، 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 بیشتر که ما مستیم اندر غمی تو جانا. جانی سلیمانی آرام گهی جانی، ای دیو پری شیدا از خاتمی تو جانا، ای بیهودی جانها در طلعتی خوبی تو، در طلعتی خوبی تو، ای روشنی دلها اندر دمی تو جانا، 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 ای شد که ما مستیم اندر غمی تو جانا. عشق تو خمارم در سرج تو میدارم، از حسن جمالاتی پرخورم تو جانا، پرخورم تو جانا، تو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی، تو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی، شمس الحق تبریزی، زمزم شکر آمیزم از زمزمی تو جانا، 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 بیشتر که ما مستیم اندر غمی تو جانا، 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 بیشتر که ما مستیم اندر غمی تو جانا، جانا، تعلیمات امام اعظم تعلیمات وحدت شعار و وحدت آیین بود. امام اعظم در آثار خود، در تعلیمات خود یگانگی و وحدت امت مسلمان را، جامعه اسلامی را تلقین میکرد. امام اعظم وحدت و یگانگی امت مسلمان را مقدم بر همه چیزها میدانست. من معاون اول رئیس حرکت مردمی وحدت و احیای تاجیکستان استاد قربان واسی را به سخنگویی دعوت میکنم. مرحمت استاد. در پیشاروی ما معرکه های بسیار مهم قرار دارد، مثل روز وحدت ملی در این گوشه زمین پاک مقدس تاجیکستان عزیز. ما شما در اینجا نشسته در خرمشهر اندیشه فردا را داریم. با هدایت جناب عالی سال بزرگداشت امام اعظم
که امسال تجلیل گردیده ایستاده است ما را به خودی خود می شناساند، ما را در چارسوی قسمت سازمان هدایت می کند، ما را اندر ته عقل و ایمان و انصاف فرد ملت در داشنای تاجیک حس وطنداری را، حسن جامعه سازی را تربیت می کند. پوشیدن است که هدایتگر این رسم جناب عالی به همین اندیشه سال بزرگداشت امام اعظم را پیش گرفتند که ما در ابتدای راه دولت سازی و ملت سازی قرار داریم. خدا کند که این ملت دیگر هیچ وقت خاک نشین نباشد. از خدای عزوجل بسیار میخواهیم که وحدتی که طراحش جناب عالی هست، این وحدت ایمانی و انسانی و اسلامی و بزرگ داشتن همین مقدسات را در جوهر جان تربیت کرده باشد. مذهب امام اعظم انسانگرایی هست و انسانگرایی را رئیس جمهور تاجیکستان به همین معنیش پیش گرفتن تا اینکه گومانیزمی که در میان شرق و غرب به کاوشش می رویم همیشه در جوهر جان فرد انسان ها بجهد. ملاقات امام اعظم با شعبی. در جوانی بار نعمان ابن ثابت از نزد عالم فقه و محدث شناخته زمان خود شعبی می‌گذشت. شعبی در جای خود نشسته بودند و نعمان ابن ثابت را نزدشان دعوت کرده پرسیدند به نزد کی می‌روی؟ نعمان در جواب گفتند که به فلان جای به بازار می‌روم. مقصد از نزد کی می‌روی گفتن من آن است که به نزد کدام علما می‌روی؟ نعمان ابن ثابت در جواب گفتند به نزد علما کم رفت و آمد میکنم. شیخ شعبی به جواب نعمان ابن ثابت گفتند این طور نکن، تو باید علم آموزی، با عالمان هم نشین شوی، چون که من در تو زیرکی و هوشیاری و آینده بزرگ را میبینم. این سخنان شیخ شعبی به نعمان ابن ثابت چنان تاثیر کرده بود که کار تجارت را یک سو گذاشته به آموختن علم آغاز کردند. محض راهنمایی شیخ شعبی بود که نعمان ابن ثابت به علم آموزی شروع کردند. همین هدایت شعبی بود که نعمان ابن ثابت ابو حنیفه اساسگزار مذهب و اعظم امامان امام اعظم شدند. امام اعظم بعد درجه بلند را در علم صاحب شدن گفته بودند خداوند با این سخنان شعبی به من نفع بزرگی رسانید. حکایت جوابی بدی نیکیست. بار امام اعظم در مسجد به شاگردانشان درس می گفتند که یک نفر آمده آن کس را با سخنان قبیح دشنام دادن را آغاز کرد. امام اعظم به سخنان این مرد جواب ندادند و درسگوییشان را ادامه بخشیدند. تا تمام کردن درس آن مرد آمده دشنامگویی را بس نکرد. امام اعظم بعد درسگویی به طرف خانهشان روان شدند. آن مرد از قفایشان می آمد و در راه نیز امام اعظم را
با سخنان قبیح با آواز بلند دشنام میداد. وقتی که به نزد دروازه حولیشان آمده رسیدند، به جانب آن مرد نگاه کرده گفتند: اینجا حولی من است. من میخواهم که به خانه درآیم. اگر تو میخواهی که دشنامدهی را ادامه دهی، زودتر باش تا تماما سبک شوی و با خاطر جمع از اینجا بروی. این گفته های حلیمانه امام اعظم به آن مرد چنان تاثیر کرد که از کردارش پشیمان شده گفت: مرا ببخشید، از گناه هم گذرید؟ از گناهت گذشتم، جواب دادند امام اعظم. در ادامه آن حکایاتی که اسلم جان قرائت نمودند، من نیز میخواهم یک حکایتی را از روزگار امام اعظم نقل کنم. در همسایگی امام اعظم یک کفاش کفشگر زندگانی میکرد. روزانه کار میکرد و شبانه به خانه برمیگشت. با دوستان خود مجلسی عیش برپا میکرد و شعری میخواند که معنیش آن بود که مردم ما را ضایع کردند در حالی که ما سزاوار مرزبانی هم هستیم. امام اعظم که شبها را با نماز گذاریدن به صبح میرسانیدند، شبانه آن سرودی آن کفاش را میشنویدند. یکی از شبها پی بردند که دیگر آواز آن کفاش را نمیشنوند. از همسایگان پرسیدند: کو آن همسایه ما که امروز آوازش را نشنیدیم؟ گفتند که به سبب عیاشی او را به محبس فکندند. امام در حال لباس فاخر خود را پوشیدند و به سوی استاندار کوفه رفتند. استاندار به احترام امام اعظم به نزدیک دروازه آمد و ایشان را با کمال احترام بپذیرفت و سبب تشریفشان را پرسید. امام گفتند: من میخواهم آن همسایه مرا از محبس آزاد کنید و قضیه را شرح دادند. استاندار کوفه فی الحال آن کفاش، آن کفشگر را از محبس آزاد کرد و امام با آن جوان همراه به خانه برگشتند و جوان چنان در خجالت ماند از عیاشی خود که زندگی خودش را دگر کرد و یکی از شاگردان مکتب امام اعظم گشت و عنوان فقیه را گرفت. یعنی امام اعظم نگذاشتند که یک نفر همسایه ایشان ضایع گردد. همین گونه مناسبت نیک به همسایگان، همین گونه مناسبت نیک به جمیع مسلمانان به امام اعظم خاص بود و همه این حکایت ها دلالت بر آن دارد که ما نیز امروز از آن روش پسندیده زندگی امام اعظم برای خود سودها برداشته باشیم و این یک مکتبی برای ما باشد، زیرا زندگی امام اعظم آینه تمام نمای اخلاق و معنویات است. دوستان عزیز، در بین ما یک استاد بسیار فرهیخته، دانشمند، دانشور حضور دارند که من استاد عبدالمنان نصرالدین را در نظر دارم. با کمال احترام سخن را به ایشان واگذار میکنم. مرحمت استاد. ملیکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. ملیکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاهی تو جویم، همه در وصف تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. امروز شهر زیبای ما خوجند، کشور عزیز ما تاجیکستان افتخار دارد. افتخار با آن دارد که شما عزیزان از اقصا نقاط دنیا
برای ما افتخار آفریده، اینجا قدم رنجه کرده. اینجا درباره انسان دوستی صحبت کردند که از فضیلت های عمده تعلیمات بزرگان ما امام ابو حنیفه است. چشم باز کن که چهره دلدار متجلاست بر در و دیوار. آوردند که امام محمد غزالی حجت الاسلام بعدی که این جهان فانی را پدرود گفت، نفری از دوستانش او را در خواب دیدند که در روضه های بهشت میچمید و سوال کرد که به پاداش اون زحمت هایی که تو در جاده های علم کشیدی به این مقام رسیدی. امام محمد غزالی گفت من روز به نگارش مشغول بودم و روی قلم من پشه بیامد و بنشست و این پشه تشنه بود و من لحظه متوقف بودم تا این پشه از آب این سیاهی بنوشد و به عوض این رحمتی که من برای این خردترین موجود خداوند انجام دادم، خدای رحمان مرا در روضه های بهشت جای داد. ما امروز باید اندیشه بکنیم که انسان مکرم است یا اون جانوری خردترین خداوندی بزرگ محترم است. این تعلیماتی است که حضرت امام اعظم و بزرگان ما پیروان آنها برای ما به ارث گذاشته‌اند. من در چهره های شما بزرگواران عزیزان آثار نجابت و افتخار را میبینم و امروز که دوستان من چه در جلسات علمی آنجا و اینجا صحبت کردند، من احساس کردم که اندر وجود بیشتر اینها این فضایل را خداوند با حکمت خودش با خلاقیت خودش برقرار داشته است. خداوند رحمان کار بکند که در قبضه قدرت اوست اندر وجود هر یکی از فرد جامعه در سراسر این ربع مسکون این فضیلت ها باشد. من حضور شما و زحمت هایی که برای خودتان هموار کردیتان این را یک احسان شما در راه خداوند میدانم. قرض برادری خودم هم میدانم که و این زحمت های شما ارج گذارم. خدا نگهدار شما. خیلی خوش آمدید به کشور ما. متشکر. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زادی اگر بی ادب است آدم نیست. آدمی زادی اگر بی ادب است آدم نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. فرق ما بین بنی آدم و حیوان
ادب است. کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چند روزی که در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام را، آیت آمد همه معنی قرآن ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام آیت آمد همه معنی قرآن ادب است. شمس تبریزی بگو ذکر خدای ملکوت، نغمه پرداز دمی مرغ خوش الحان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. از این سخنرانی هایی که اینجا شد ما به یک خلاصه می آییم که کسب تبحر در تعلیمات امام اعظم، معرفت راستین آثار امام اعظم ما را به راه رستگاری، به راه نجات معنوی، به راه نجات اخلاقی هدایت می کند. جامعه ما را عاری از تعصب، عاری از خرافات می گرداند. در این زمینه من می خواهم از یک حکمت معروف یادآور شوم که بزرگان را بزرگان زنده می دارند. واقعا هم سال بزرگداشت امام اعظم از ابتکارات خوشایند سرور دولت است. سرور دولت ما را مثل امام اعظم که 1300 سال به راه رستگاری هدایت کرده بودند، امروز به راه پیشرفت، به راه رشد و نمو هدایت می کنند. من به همه شما در این راه توفیق، کامگاری و پیروزی می خواهم. مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، تشکر.